دادگاه نویه سینای شهر دوشنبه رستم مامجانوف یک عضو سابق حزب دموکرات در ولایت سوغد را با جرم بازنشر ویدیوهای مخالفین به 7 سال زندان محکوم شده است. بنا به گزارش رادیوی آزادی، رستم مامجانوف که 59 سال دارد و ماه مارت بازداشت و ماه ایون محکوم شده است، گفته است که ویدیوها را ندانسته تصادفاً نشر کرده است، ولی دادگاه این دلیل او را به نوبت نگرفته است. در مواد پرونده گفته شده است که مامجانوف در آخر سال 2019 با شرافالدین گدایف، یک نماینده مخالفین، در فیسبوک دوستی کرده 3 نوار سخنرانی او از جمله 2 نوار گدایف درباره عائله پرزیدنت را بازنشر کرده است. در تاجیکستان فعالیت سازمان‌های عمده مخالفین از جمله حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پیمان ملی ممنوع اعلان شده. برای هر نوع همکاری یا تبلیغ آنها طبق ماده 307 جزا پیش بینی شده است. رستم مامجانوف در اولهای سالهای 90 یک صاحبکار خیلی موفق و از سرمایه‌گذاران حزب دموکرات بود. شرافالدین گدایف که رستم مامجانوف برای بازنشر صحبت‌های او زندانی شده است میگوید این فعال حزب دموکرات را نمیشناسد. او از مقامات تنقید کرد که برای ترساندن منتقدان آنها را بازداشت و زندانی میکنند. نوارهای بازنشر کرده و شرحهای نوشته رستم مامجانوف از صفحه فیسبوکی او حل و پاک کرده شدند. عبدالکریم عبدالحمیدوف میگوید از روی قرار دادگاه شکایت برده تا آخر تلاش میکند بیگناهی مامجانوف را ثابت کند.